داستان جابجایی مرموز ماهواره بریتانیا چیه؟ بریم ما هم ببینیم. سلام، اینجا سایکو. امروز میخوایم راجع به جابجایی قدیمی ترین ماهواره بریتانیا و جزو قدیمی ترین ماهواره‌های جهان حتی که یک جابجایی بسیار مرموز و خطرناک برای ماهواره‌های دیگه داشته رو با هم بررسی کنیم که ببینیم آقا قضیه چی بوده. آیا بیگانگان اینو تغییر دادن مکان و حالا بردار حرکتشو، یا اشتباهات محاسباتی بوده و اصلا قضیه چی و چرا مسیر حرکت این ماهواره تغییر کرده. ماهواره اسکای ای وان نت که توی سال 1969 میلادی پرتاب شد برای تسهیل ارتباطات بین قاره‌ها و ارتباط ماهواره‌ای بود که حدوداً چند ماه پس از اولین سفر یک انسان به فضا در از پرتاب این ماهواره صورت گرفت و انتظار میرفت پس از کار انداختن این ماهواره اون به سمت اقیانوس هند بره، ولی الان با یه تغییر فاحش در نزدیکی مناطق آمریکا و قاره آمریکا الان هست. این ماهواره توی طول جغرافیایی 105 درجه غربی قرار داره که دانشمندان این محل رو به چاه جاذبه مثال میزنن و تمثیل اون اینه که یه کاسه‌ای داشته باشیم و یه تیله توی اون پیوسته جابجا بشه. این ماهواره هم یه همچین وضعیتی داره و احتمال برخورد به سایر ماهواره‌های بروزتر هست و این بسیار برای اون ماهواره‌ها خطرناکه. جالبه بدونید این ماهواره توسط شرکت فیلکوفورد ساخته و طراحی شده که این شرکت سالهای قبل از بین رفته و نابود شده و خیلی عجیبه که دستوری رسیده که این ماهواره جابجا بشه. اگه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید. موشک‌های پرتابگر این ماهواره رو یک شرکت آمریکایی ساخته که در مدت‌های اولیه کارکرد این ماهواره در از کنترل اون دست اون شرکت آمریکایی بوده و در از توسط برخی از شواهد و گفته‌های برخی از افراد نزدیک به این پروژه گفته شده که این پروژه در از یک کنترل دوگانه بین آمریکا و بریتانیا داشته و حدوداً نمیشه گفت که در از حالا کنترل و این جابجایی توسط آمریکا صورت گرفته یا بریتانیا یا بیگانگان. شاید با این همه حرف و جستجو و کاوش ها هنوز هیچکی نتونسته دلیل قطعی جابجایی این ماهواره رو بگه و احتمالای زیادی بیان میشه که هیچ کدوم دلیل دقیق و علمی نداره، برای همین به هیچ کدوم از اینا نمیشه استناد کرد. الان مشکل اصلی جابجایی این ماهواره نیست، در اصل محل قرارگیری اونه که محل بسیار خطرناکی برای ماهواره‌های دیگه است که حتی وزارت دفاع بریتانیا هم گفته که این ماهواره مداوم داره چک و بررسی میشه تا در صورت خارج شدن از مدار ایمن در اصل خبرهای کافی داده بشه و حتی اون رو به دام بندازن و اونو منهدم کنن. بریتانیا همین الان هم در حال کار روی سیستماییه که بتونه ماهواره هایی که توی مدارهای پایینتر زمین هستن رو به دام بندازه و اونا رو به سمت زمین بکشونه تا دیگه در اصل یک زباله فضایی نباشن و همینجوری توی فضا رها نباشن. جالبه بدونید وزن این ماهواره هم حدود نیم تونه، یعنی در صورت برخورد به یه ماهواره دیگه و خورد شدن این دوتا یک در اصل وضعیت خیلی خرابی توی جو زمین اتفاق میفته و اینو میخواستیم بگیم که دلیل خطرناک بودن این ماهواره چیه و اگه برخورد بکنه با ماهواره دیگه چه اتفاقاتی میخواد توی در اصل مدارها و ماهواره دیگر رقم بزنه. ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. پیشنهاداتتون و انتقاداتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید.